هنگامی که دستاورد اعمال هر کس داده شود، چه بسا کافران آرزو کنند ای کاش تسلیم حق شده بودند. رهایشان کن تا بخورند و در لذتهای دنیوی غرق باشند و آرزوهای دست نیافتنی سرگرمشان سازند. به زودی حقایق را خواهند فهمید. و ما اهل هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر آنکه پایان کارشان در کتابی مشخص شده بود. هیچ جماعتی از اجلی که برایشان تعیین شده نه زودتر آیند و نه تأخیر کنند. منکران حقیقت گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده، بیشک تو دیوانه‌ای. اگر راست میگویی چرا فرشتگان را به ما نشان نمیدهی؟ ما فرشتگان را جز به حق نمیفرستیم، اما وقتی بیایند